برنامه صدای اندیشه بررسی مسائل اجتماعی، فرهنگی، انعکاس موضوعهای مهم در برنامه صدای اندیشه از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، درود. موضوع این ساعت برنامه ما است بیماری‌های همردیف در شرایط پاندمی. سامعین ارجمند، با تغییر یافتن موسمی و گذشتن از یک فصل به فصل دیگری سال تا اندازه زیادشوی بیماری‌های موسمی به قید گرفته می‌شوند که و این روند البته به ما شما معلوم است که این شب و روز زیاد به مشاهده می‌رسد. همزمان معلوم است که پس از سر زدن بیماری همه‌گیری کووید 19 با توجه به پیامدهای آن دقت زیاد به آن جلب گردید. سامعین گرامی، نقشه زنده مقیاس گسترش ویروس را نشان می‌دهد که دانشگاه جان هاپکینز، سازمان جهانی تندرستی و worldrometers.info اون را مشاهده می‌کند. امور با تکیه به اطلاع حکومت‌ها هر دقیقه هر لحظه جمع آوری می‌شود. در بسیاری از کشورها نشر چنین اطلاعات را محدود می‌کنند یا شاید سبب‌هایی است امکان نمی‌دهد که مقیاس واقعی بیماری گفته شود، ولی به هر صورت با اون اندازه‌ای که ضرور است از روی اون پیشنهادهایی که می‌شود این امور هر دقیقه هر ثانیه تغییر یافته می‌ایستد. اصول جمع‌آوری، شفافیت و صفت امور کشورها از هم فرق میکنند. البته معلومات بیشتر اینجاست که این لحظه میخواهیم به سمع شما برسانیم. امور جهانی یعنی شماره سرایت شده ها، فوتیده ها و تبابت یافته ها در مقیاس جهان تا ساعت 10 امروز چنین است. شماره عمومی سرایت شده ها 250,662,709 نفر، فوتیده ها 5,078,714 نفر و تبابت یافته ها از کووید 19 50,296,325 نفر را تشکیل می‌دهند. با سگانه اولی از همه کشورهایی که مبتلایان زیاد به قید گرفته شدند در جای اول امریکا می‌ایستد، بعداً برزیل، پس از اون هندوستان شامل می شود. در بعضی از کشورهایی که مقداری کم، بسیار هم کم به قید گرفته شده است، این در زاندام است که همگی 2 نفر، جزیره های کیمن 2 نفر، در انگلیه، مونتسرات، صحرای غربی همگی 1 نفری به قید گرفته شدند. در واتیکانو، گرینلند، ماکائو، ترکمنستان، کره شمالی گویا که کسی به بیماری کووید گرفتار نشده است نشان داده است این امور. شنوندگان گرامی، این معلومات ارائه گردیده در رابطه با بیماری کووید 19 بود که و ما باز هم برمیگردیم سر موضوع دیگر، کووید و بیماری های همردیف. برای چی همردیف یا مانند؟ کدام بیماری های همردیفند و چرا؟ چی باید کرد و چند پهلوی دیگر ناروشن است که ما می‌خواهیم ضمن صحبت با استاد دانشگاه دولتی طب تاجیکستان معلمه معرفت امینجانووا و سوال‌های خویش پاسخ دریافت نماییم. لحظه معلمه رو میشنویم. سلام علیکم معلمه. سلام علیکم. خوش آمدن به برنامه ما. تشکر. خب معلمه، محتوای برنامه این ساعته برای شما روشن است و ما میخواهیم که اولا سلام و پیام شما رو به شنونده های را بگردانیم، بعدا صحبت رو سری موضوع اصلی آغاز کنیم. مرحبا، سخن به شما. در حقیقت اون نشاندادهای اموری که شما نوبر کردید و نشان دادید باز یک بار مشاهده به ما شهادت میدهند که پرابلم کووید ها هم دوام دارد و در بعضی موسم ها ما میبینیم که موجهای آنها زیاد میشود و بیماری در بسیار مملکت ها هم پخش میشود و در حقیقت ما باید امروز فهمیم که کدام عامل ها وجود دارند که آنها برای زیاد شدن یا که مشکل تر گذشتن این بیماری ها چی تاثیر میرسونند و چی باید کرد و ما باید ببینیم که کدام بیماری های همردیف رو به ما نشان میدهند و از اون سببی که این بیماری کووید بیماری موسمی می باشد و در این حالت ما می توانیم بسیار بیماری هایی که موسمی می باشند آنها رو همچون یک پرابلم که با هم کووید همراه می شود آنها رو دیده برایم. بله، و معلوم است که امروز این مشکل یک مشکل ما نیست بلکه کلی کشورها است. خب در یک زمان البته این تاثیر منفی خود را به تمام ساحه ها رساندید، از اون جمله هم اقتصاد و هم سیاست و هم دیگر پهلوها، از اون جمله وضع اجتماعی اقتصادی مردم تا اندازه کاسته گردیده. معلوم است سبب ها، عامل ها و عموما در مجموع بگیریم اگر جامعه جهانی به خلاصه اومد که خب با وجود آن که
البته تاثیر مثبت هم داشت. مثلا تو اندازه یک صد گذاشتن در رفت و آمد و مثلا گیروداری همه طرفه، ولی به هر صورت خب بازم خلاصه شد که خب اگر این روند ادامه بیابد خب البته این به کساد شوی دولت ها سطح اقتصادی کشورها ورده میرساند. خب بازم در این روند اگرچه مثلا راه ها باز شدند، راه های هم هوایی هم زمینی، ولی همون چاره های بهداشتی باقی ماندند. و از نگاه شما مثلا همین کدام عامل بود که در نسبتاً مساعد شدن وضع در همین روند مساعدت کرد؟ در حقیقت ما می‌بینیم که کووید امروز نه تنها یک پرابلم ساحه تندرستی هست، بلکه در تمام ساحه‌هایی که در ما امروز در اقتصادیات و در سیاست می‌بینیم، ما می‌بینیم که تاثیر کووید جای دارد و در دوام اون دو سال که ما تمام دنیا با همین کووید با پرابلم کووید پشت آمد، ما گفته می‌توانیم که هم اون مسئله هایی که پرابلم هایی که هستند آنها در بعضی موسم ها زیاد میشوند. تاثیر کووید این تاثیر به همه ساحه هست و امروز در حقیقت بسیار دولت ها به این واخوردند، اما در دوام 2 سالی که ما با کووید همراه هستیم و اون در حیات ما تاثیر خود رو میرساند، ما میبینیم که مناسبت های دولت ها رهبران آنها با اون چاره‌بینی هایی که از نقطه نظری سانیتری اپیدمیولوژی جاری می شوند آنها گوناگون هستند و ما میبینیم که تمام دنیا امروز تاثیر خود مناسبت خود رو با این بیماری با نمودهای گوناگون نشان میدهد. ما میبینیم که طرفداران زیادی هستند که برای گذراندن چاره‌بینی‌های کرانتینی مقابل میباشند و ما میبینیم که در حقیقت تاثیر آن به اقتصادیات و حیات عمومی ما و سطح زندگی ما تاثیر منفی خود را میرساند و ما میبینیم که هم دانشجویان و هم مکتب بچه‌ان نمیتوانند که دانش پوره صفت‌نو رو قبول نمایند و تمام این را به نوبت گرفته امروز عموما سیاست نسبت کدام چاره‌بینی ها را ما باید عملی نماییم. هر یک دولت به نسبت اون قانون و قرارهایی که قبول کرده است اون را عملی می نماید و در حقیقت در بعضی موردها علل خصوص ما میدونیم که تاثیر کووید خیلی منفی می باشد، بلکه چیزی که شما گفتید یک دو نمودی تاثیر مثبت اون را هم هست، یعنی آدمان برای دستشویی کردن یا نگاه داشتن گیگین شخصی و یا رعایت نمودن مسافه اجتماعی رو امروز عملی میکند و این هم یکی از تاثیرهای آن است. اما در اصل ما میبینیم که برقرار شدن اقتصادیات، برقرار شدن رفت و آمد در تمام دنیا که این به تاثیر هر یک ما هست، ما امروز روبرو شدیم و باید این مسئله رو حل کنیم. بله، خب معلم، ما در مورد بیماری ها حرف زدیم. خب ما امروز میتوانیم به تشویش باشیم اگر رفت و دریافت یکی از مثلا نمود بیماری هایی که برایمون خیلی هم تشویش آور بود. خاصه منظور من اینجا بیماری های راههای نفس است، از اون جمله بیماری سیل هم با همین قطار داخل میشه، بیماری سرایتی است. مثلا میتوانیم به تشویش باشیم که خب همین تا اندازه امروز مشاهده میشود که سطح اون از روی اندیشه البته متخصصان سیلشناس تو اندازه دریافت کمتر شده است. خوب همین از نگاه شما همچون متخصص یگان تشویش ندارد؟ شاید تاثیرهای بعد کوویدی باشد، همینجا مثلا کدام عامل ها است، یا ما میتوانیم به تشویش باشیم که خوب با گذشت وقت شاید همین به مراتب افزایش یابند نفرانی که با همین بیماری گرفتار هستند؟ با فکر من ما نمیتوانیم به تشویش باشیم. ما باید دونیم که پس شدن دریافت بیماری های همردیف، دریافت اون بیماری هایی که میتوانند سیمتوم های با کووید مانند دارن اما این دیاگنوز با آنها راست نمی آید، ما باید دونیم که این بیماری های از بین ما هیچ دور نرفتن و هستن و امروز ما باید با دقت باشیم که در زیر همین نقاب کووید ما دیگر بیماری ها رو آیا دریافت کرده میتوانیم یا نه، آیا اون تشخیصی که ما میگذارندیم تو کدام درجه و پورگی می باشد و آیا پس شدن مثلا دریافت بیماری سیل، دریافت زکام و دیگر اون شمالزنی که هست آیا این وابستگی ندارد با اون که ما در همه جا تنها با کووید شبه میبریم و این بیماری ها رو از
از خود دور میکنیم و این نباید باشد و پیش از همه ما باید گوییم که برای حل این مسئله ما باید دو طرفه کار کنیم، یعنی هم متخصصان باید از یاد نروند که امروز و حالا اگر ما درباره بیماری‌های موسمی گوییم، یعنی ما باید دونیم که در تمام دنیا متخصصان میگویند که وضعیت خیلی وزنین است، زیرا که در برابر کووید فنشوی زکام در تمام دنیا نیز جای دارد. بله. و برای همین ما باید خیلی احتیاطکارانه باشیم و اگر شما در کنید در بسیار مملکت ها اگر در اون سیمتوم های شمالزنی و یا سیمتوم های گیپ کووید مانندی دارند آدمان داشته باشند، پیش از همه آنها هم با پتر میگیرند که ما باید کووید رو از آن رو تشخیص نماییم و اگر اون نباشد ما باید باوری داشته باشیم که در این حالت ما با دیگر بیماری ها روبرو شدیم و آنها رو باید به نوبت گیریم. اگر ما امروز به بیماری سیل به دریافت اون اهمیت به خوبی و ضروری ندهیم، هیچ کس به ما کفالت نمیدهد که بعد از 1 یا 2 سال یا که در اون مدتی که تو همین بیماری خیلی در اوج می شود و ما وقت رو از دست می دهیم. اما وقت نباید از دست داده شود و ما باید سری وقت اون رو دریافت کرده توانیم. از همین سبب من خواهش میکردم که هم متخصصان و هم دکتران و هم خود شخصان باید در این حالت هوشیار باشند و باید برای درست تشخیص نمودن اون بیماری که هست دو طرفه ما باید همراهی کنیم و کوشش نماییم. بله خیلی خوب معلمه. خب منم منظورم همین بود، میخواستم همین جمله ها رو از شما بشنوم. خب معلمه، طبیبان برای نظرن که این بیماری رو کم گردیده است. خب شاید ما سبباش گفتم، سبب استفاده نقاب باشد، رعایت مسافه اجتماعی بود در یک مدت معین، یا رعایت گیگین شخصی از جمله منتظم شستن دستان یا تازه کردن با موادهای آنتی سپتیکی. خوشبختانه امروز ما خوشحال هستیم از یک جهت که همین شستن دست با صابون چی برای بزرگسالان و چی برای خردسالان و حکم عنعنه در آمده است. و از نگاه شما مثلا همین روندم تاثیر گذاشت در پیشگیری بیماری ها؟ ده البته تاثیر خود رو رسانید و ما این رو قید نمودیم، اما من گفتنی هستم که یکی از امیدهای ممکن است که پرقوت‌ترین باشد این نسبت اهالی و نسبت خود ساحه تندرستی اوید گذراندن واکسیناسیون می باشد و اگر ما این رو با دیگر مملکت ها مقایسه کنیم ما می بینیم که در تاجیکستان گذراندن همین واکسیناسیون که یکی از ممکن است که خیلی خوب به جای مانده شد و ما امروز این رو باید قید کنیم و گوییم که این هم تاثیری مثبت خود رو رسونید. بله واقعا معلومه درست قید کرده. در آغاز مثلا همین بیماری که ما مشاهده کردیم چقدر مرگ و میر نه فقط در کشور ما بلکه در مقیاس جهان خیلی زیاد بود به مراتب. خب مثلا اون نوار و ویدیوهایی که بود ما در شبکه‌های اجتماعی بسیارتر مشاهده می‌کردیم، صورت مثلا مرگ و میر خیلی هم زیاد بود و امروز شاید طوری که شما گفتید شاید تاثیر همین واکسیناسیون هم بود که تا اندازه همین خیلی مثلا کاهش یافت. ده البته به فکرم یکی از امیدهای اساسی کاهش یافتن این واکسیناسیون است و من باز یک بار دیگر گفتنی هستم که واکسیناسیون ممکن است که پیش راه سرایت را نگیرد، اما برای بهتر سبکتر گذراندن این بیماری البته و به فایز زیاد تاثیر مثبت خود را میرساند. برای همین ما باید دونیم که گرچنده که ما اگر سرایت یابیم هم اون به ما نه اونقدر تاثیر خیلی بد میرساند و از تبوت یافتن در ریانیماسیون ما رو اینین نگاه ندارد. بله یعنی خب انسان میتواند تا به شعبه احیا نرفتد. خب ما البته امید میکنیم و در این روند مردم هم هوشیاری رو از دست نمیدهند، کوشش میکنند که به خاطر سلامتی خود و اطرافیان. خب فرضاً میشد
مشاهده کرده که یک نفری که به سال بزرگ است خب ضرور نمیشمرد، ولی همون یافتن دلی همون نفر یا فهموندن راهی همین مثلا گذراندن واکسینه که خب باید ما امروز تنها حیات خود رو اندیشه نکنیم، اونهایی که در اطراف ما هستن اونها رو فکر کنیم. خب ما میدونیم که کودک مثلا ایمونی سیستمش، سیستم ایمونی بدن کودک پرقوت است، او میتواند همین گرفتار همین بیماری نشود، ولی او همچون انتقال دهنده باقی میماند. همین نکته های مهمی است که شهروندان ما باید بفهمند و کوشش بکنند که به خطاگی راه ندهند و حیات خود و اطرافیان را زیر خطر نگذارند. خب معلمه، من میخواستم در رابطه با مسئله دیگر بیماری های موسمی، زکام، شمالکشی که شما در جریان صحبت گفته هم گذاشتید، عموما بیماری های راههای نفس چی علاوه دارید؟ مثلا ما مشاهده میکنیم که ما از یک موسم به موسم دیگر میگذاریم، احساس میشود که همین گونه بیماری ها زیاد میشود و به فکر شما سبب چیست؟ مردم در این شب و روز چی باید کنند؟ به فکرم اون بیماری های موسمی به مانند زکام ما گذاشتیم که این سال از سال در بین ما مشاهده می شود و ما باید در یاد داشته باشیم که این خطر جای دارد و امروز اون توصیه هایی که دکتران میدهند ما اون رو رعایت میکنیم، یعنی پوشیدن نقاب و خود مصرف اجتماعی رو نگه داشتن، نیز این به پس شدن زکام در بین اهالی نیز تاثیر مثبت خود رو میرساند. بیایید این رو هم در نظر داریم و باز یک بار دیگر من با تمام مردم تاجیکستان مراجعت میکنم، میگویم که شما البته گفته میتوانید که اون بیماری که ما داریم این بیماری در آن است که ممکن است که این زکام باشد، اما پیش از اون که شما چنین شبهه میکنید بیایید پیش از همه PCR میسپاریم، کووید رو تشخیص اون رو میگذارونیم و بعد با خاطر جمع میدونیم که ما اون بیماری که هست اون رو تبابت مینماییم. بله معلم، خب در جریان یکی از صحبت ها متخصصان سلشناس قید کردن که خب جریان کووید برای تقریبا 10 ساله اون برنامه دولتی که تا سال 2030 ما کوشش میکردیم که در یک جایی با تمام ساختارهای جامعه بیماری سیل را کاملا از بین ببریم، خب به قفا پرتاب، ولی نوبسته از این نهادهای مربوطه جامعه شهروندی کاری خود را در این روند مثل پیشتر مثل نقشه های تصدیق شده دوام میدهد. در این زمینه چی میتوانید اضافه بکنید معلمه؟ در حقیقت من باید گویم که اون برنامه‌ای که تصدیق شد در حقیقت نقشه جامعه رو خیلی بلند نشون داد و در حقیقت امروز ما میتوانیم گفت که این یک قوه خیلی ضرور و خیلی تاثیر بخش می باشد و ما اون رو هم در از بین بردن عرضه های کووید رو هم مشاهده کردیم و هم مبارزه بر ضد بیماری سیل و باید گویم که اون تجربه‌ای که جامعه شهروندی در مبارزه بر ضد سیل دارد این یکی از اون نیروهای جامعه می باشد که ما اون رو باید هرچی بیشتر استفاده بریم و پیش از همه باید مینه‌دار باشیم که تا چه اندازه خود شهروندان دانش آنها، فهمش آنها و مناسبت آنها به نگه داشتن سالمی عامه خیلی خوب است و ما باید کوشش کنیم که این روند رو از دست ندهیم و چقدری که توانیم آنها رو پرقوت نماییم و من باید گویم که اونچه که تاثیر هست، اونچه که دقت به جامعه در این و از دست بردن بیماری سیل امروز ما از طرف هم وزارت تندرستی دیگر سوها هم از طرف دولت ها هم از طرف پارلمان و دیگر شخصان میبینیم در حقیقت این ممکن است که یگانه راهی باشد که پیش و با اون مقصدهایی که هست که ما با اون رسیده توانیم نو وابسته از اون که کووید ما رو به 10 ساله ها قفو پرسته بود. بله تشکر میگم، تشکر و معلمه شاید باز چیز دیگری علاوه دارید در جریان این صحبت؟ میخواهم که همه صحت خود رو نگه دارد، تنصیحت باشید، خوشحالی به شما ارزمندم. تشکر سلامت باشید معلمه و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم در صحبت با ما بودن استاد دانشگاه دولتی طب تاجیکستان معرفت امینجان که در رابطه با خب بیماری های همردیر در شرایط پاندمی یک صحبت رو پیشنهاد ما و شما کردن. ما امیدوار هستیم که هر آنچه پیشنهاد شما گردید به خاطر سود برداشتن بود و حتما کوشش میکنید در تجربه در زندگی از اون واسه
استفاده برید. با امیدی سالمی و تندرستی شما اینجا و برنامه خاتمه میبخشیم و شنوندگان گرامی خاطر رسانی میکنیم پای خدمتتان ایستاد قرار داشتیم. کارگردان زبیدالله محمد، محرر گلستان کریمова. شاد و پیروز باشید و همیشه در حفظ صحتی خوش بمانید.